برادر عزیز من، خوب متوجه باش. در دولت گذشته اگر در مسجد میرفتی جلو روی تو اون اربکی بیشرف جلو میگرفته، تو رو نمیگذاشته که در مسجد بروی. اگر روز جمعه در نماز جمعه میرفتی اون اربکی بیشرف تو رو نمیگذاشته که در نماز جمعه بروی. اگر یک جایی یک مجلسی قرآنی بود نمیتوانستی که اونجا بروی. اگر در بازار میرفتی یا از بازار میرفتی به خانه، کیسه دزدها میزد، از دزد میترسیدی. در اون دولت گذشته اگر موتور میداشتی، موتور نو موتور دزدا میبرده. اگر در اون دولت گذشته اگر موتر میداشتی، موتر خود را نمیتوانستی که بیرون کنی، میترسیدی از دزدا. ای برادر عزیز من، خوب گوش گیر. اون دولت گذشته اگر امرای تو یا خواهر تو بود یا خانم تو بود، امرای تو، اون دولت گذشته اون اربکی بیشرف اگر یا به خواهر تو یا با خانم تو دست میزد، هیچ گپ نمیتوانستی که بگویی. ای برادر عزیز من، این امارت اسلامی هست. خوب گوش گیر. در حق تو دعا میکنم، دعای هدایت. در این روزها از گوشه و گوشه میشنوم که خیلی برادر هست به امارت اسلامی خوشحال می هست. در هر کشور که هستی برادر ما هستی، دل ما برای تو میسوزد. در هر گوشه اگر هستی به امارت اسلامی اگر خوشحال می هستی، بعد از هر نماز در حق تو دعای هدایت را می کنند که خداوند تو را هدایت کند. اگر هدایت نمیشوی یا پروردگارا، تو او کس را در این دنیا و در اون دنیا روی سیاه گردان.